عزیزان خوب بیننده و شنونده های گرانقدر، باز هم به ادامه برنامه تان خوش آمدید. بخش راهنمای برنامه هست و امیدوار هستم در این بخش نیز ما را همراهی بکنید و تا آخرین دم برنامه همدم برنامه تان باشید و استفاده بکنید. عزیزان بیننده و خوبان گرانقدر، همان گونه‌ای که در آغاز برنامه اشاره داشتیم، مهمان بسیار ارجمند جناب قاری میر صلاح الدین میرزاد استاد در برنامه تشریف آورده و قرار است راجع به اخلاق نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم همراه ما و شما صحبت های داشته باشه. بدون وقفه میرم به طرف جناب قاری صاحب. خوش آمدین، صبحتان بخیر و حسار سپاس که دعوت ما را پذیرفتین. خوش باشین. سلام و درود خدمت دوستانی که ما را بینده هستند. امید که خوب و صحتمند و سرحال لباس عافیت و تقوا بردن داشته باشند. پیش از اینکه سر اصل موضوع بریم، یک پیام تسلیت بر ولایت کنر، خیلی از هموطنان ما، بر شهدا، زخمی هایی که اونجا شدن، الله سبحانه و تعالی شهدایشان به دربار خود قبول منظور بفرماید. و پیام مهم بر تجارای ما، بر بنیادهای خیریه ما، لطفا خواهشان دست هموطنان ما را بگیرن. دمی شب که زلزله رخ داد، خیلی از هموطنان به شهادت رفتن. این را ببینیم که و خوشحال هم هستند، چون شهادت بسیار یک مرتبه بالا هست. بله. صحابه کرام جان خدا، مال خدا، فرزند خدا، همه امورات زندگی خدا اعلام میکردن، باش میفتن شهید در راه الله سبحانه و تعالی شدن. بله. جناب قاری صاحب، بیاین که آغاز بکنیم از موضوع برنامه که همان اخلاق نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم هست. قبل از اینکه بپردازیم به شکل تخصصی در این بحث، به این کوتاه تعریفی از اخلاق داشته باشیم. اخلاق چی معنا و مفهومی را میرساند؟ اخلاق برخورد خوب با جامعه، با فامیل، با همسایه، با دوست، با اقارب، این اخلاق میگن. و همچنان اخلاق سه چیز است. نیکی کردن با مردم، یعنی که تو با مردم نیکی میکنی، این اخلاق تا نشان میده. ببینیم که صحابه کرام از عربستان، از اونجا تا به اینجا آمدن، دین به ما رساندن. این یک اخلاق است، یک نیکی کردن. واقعا. دوم، آزار و اذیت نرساندن به مردم. یعنی که آزار و اذیت به مردم نمیرسه، این اخلاق میگن. ببینیم که یک داستان مشهور است. یک روز یک پیرزن هجرت میکرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم پیرزن دید، بسیار اکبر و گرنگ هم داشت. پیامبر صلی الله علیه و سلم را کمک کرد، همراهی کرد تا به جایی که رفت و زن میرفت، پیامبر صلی الله مبارک مالش برد، اون مبارک داشت را برد. باز زن گفت من خوش چیز ندارم به تو بتم هدیه، اما یک چیز برات میگم، تو کی هستی؟ من خویش و اقارب دارم، من به مکه میان، من بگم که تو در مکه یک جوان با اخلاق است که ما همکاری کرد. گفت برادر قندم، جوان عزیزم، یک نصیحت برات میکنم. در مکه یک جوان است به نام محمد، مردم به طرف خود جذب میکنه، به طرف خود دعوت میکنه و از مردم از خدایانشان ترک میکنه، منع میکنه. فکرت باشه که تو را بازی نته، در حرفاش بازی نخوری. باز محمد صلی الله علیه و سلم گفت ای مادر جان، او جوان که تو میگی منم ما هستم. باز همونجا کلمه خوان. ببینیم که اخلاق پیغمبر صلی الله علیه و سلم چقدر زیبا بود. بنان دومین چیزی که اخلاق است، آزار و اذیت نرساندن به مردم است. سوم، با چهره باز با مردم تبسم کردن، یه اخلاق است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید تبسمک علی وجه اخیک صدقه. این تبسمی که برای یک برادر میکنی، برای یک مسلمان میکنی، این صدقه است. هم صدقه برات میشه، هم اخلاق. سبحان الله، چقدر عزت بزرگ است، هم بر ثواب میشه. بدان اخلاق سه چیز است. بله. ویژگی های اخلاق نبی کریم صلی الله علیه و سلم را اگر بحث بکنیم، این اخلاق همان شما شامل سی چیز ساختین که خلق خوش هست و همان آزار نرساندن و تبسم نیک است. ویژگی های اخلاقی نبی کریم صلی الله علیه و سلم را میشه به دوستان عزیز اشاره داشته باشین؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم بسیار اخلاق کریم داشت، بسیار اخلاق زیبا داشت. اخلاق او را، ویژگی اخلاق او را قرآن کریم تعریف میکنه، میگه و انک لعلی خلق عظیم. به تحقیق تو ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم اخلاق عظیم داشتی، اخلاق بزرگ داشتی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم بسیار اخلاق زیبا داشت. یک ویژگیش نمیست که وقت ام المؤمنین حضرت بی عایشه رضی الله عنها از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال کرد، یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، آیا بدتر از روز احد دیدی؟ در جنگ احد، در غزوه احد، پیغمبر صلی الله علیه و سلم کاکای عزیزی از دست داد، حضرت حمزه را از دست داد.
باز پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت بله، گفت بدتر از روز احد دیدیم، بدتر از روز احد. اون روز بود ما رفتم در قبیله طایف که مردم به یک پرستی، به نبوت، توحید دعوت بکنم و از بت پرستی بکنم، اما و ایوازه که مرا استقبال بکنن، از من خوب استقبال بکنن، ما را با سنگ استقبال کردن. وقتی پیامبر صلی الله علیه و پس از قبیله طایف برگشت، ملک جبال که حضرت جبرائیل امین به حضور پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدن، گفتن یا رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما چی دستور میدی؟ به ما دستور بده که این قبیله طایف بین تو کوپرز بکنیم، ایج اخلاق پیامبر صلی الله علیه و ببینین. گفت من ایرا امید دارم، ایرا امید دارم که یک روز از این قبیله یک شخص بخزه نبوت بلند بکنه، یک تا پرسی را بلند بکنه. ببینیم کسایی که یک شخص توهین میکنه با پیغمبر صلی الله علیه و سلم، سنگبانانش میکنه، اما ویژگی اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم ببینیم که چی میگه؟ میگه من ایرا امید دارم که یک روز از این قبیله طایف یک شخص بخزه بگه لا اله الا الله محمد رسول الله، ای مردم یک خدا را بپرستید، از این بت پرستی بپرهیزین. بنان یکی از ویژگی‌هاش اینه که بسیار اخلاق کریم داشت. امثالش انسان باید ما کوشش بکنیم کتب اسلامی را، سیرت النبی صلی الله علیه و سلم و با قرآن کریم مراجعه بکنیم، اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم میبینیم. و همچنان یک روز یک صحابه پیش ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله عنها آمد، گفت اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما بگو، ویژگی‌های اخلاق پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما بگو. گفت آیا تو قرآن میخوانی؟ گفت بله. گفت کان خلقه القرآن، اخلاق پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرآن کریم بود. ما باید هر ورقی از قرآن کریم میزنیم اخلاق پیغمبر صلی الله علیه و سلم ببینیم. بسیار عالی، بسیار عالی. جناب قاری صاحب، در واقع قبلا شما هم اشاره داشتیم و ما هم اشاره کردیم، عده کثیری از هموطنان عزیز ما در ولایت شرقی کشور عزیز بخصوص در ولایت کنر در نتیجه زلزله آسیب دیدن، شهید شدن و زخمی شدن و خانه ها و روزگارشان را از دست دادن. همکاری نمودن با آنها و همدردی نمودن با آنها چقدر جزء مهمی از اخلاق اسلامی هست؟ بله، این بسیار مهم است. چرا ما وقت ادعا میکنیم انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم، مسلمان برادر مسلمان است. حالا مسلمان به کدام روز به درد میخوره؟ به می روز و در چی حال هستن؟ بنان هر جوانه، هر مسلمانه، بر خصوص پیام مهمه به می تجارای ما است، بر بنیادهای خیریه ما است که خواهشان که تو همکاری بکنن و به درد و برسن. بله، سبقت جستن در راه خیر همان گونه ای که هر کس تا حد توان خود در این مسئله که یک برادر مؤمنشان در مشکل هست کمک بکند، چقدر جزء از اخلاق عالی هست. همان گونه ای که قصه حضرت ابوبکر صدیقی که در غزوه همه مال خانه خود را آورد و گفتند در خانه خود خدا و رسولش را گذاشتم. سبقت جستن در راه خیر چقدر یک مظهر بزرگ اخلاق اسلامی هست. سبقت نمودن در کار خیر بسیار فضیلت داره، خیلی ثواب داره، بسیار یک فضیلت بزرگ داره. دیگه هر چقدر توانتان باشه کمک بکنی ثواب داره، هر چقدر توان باشه. این صدقه میشه، این برات در اکانت آخرت ثبت میشه. ما در مالای دنیا میزنیم، در هر چیز میزنیم، اما کوشش بکنیم که اگر میخوایم که اکانت آخرت ما پر شود، دنیا هست با اکانت مؤمن واقعی، مسلمان واقعی کسی است که اکانت آخرت خود خوب بکنه، پر بکنه. اینجا که امتحان الله سبحانه و تعالی امتحان میکنه پیسه دارا، امتحان میکنه بنیادهای خیریه، کل ما در امتحان هستیم. کوشش بکنیم که تو همکاری بکنیم، همدلی بکنیم، بسیار یک روز بعد هستن به او. بله. بعض از هموطنان عزیز ما ممکن از لحاظ اقتصادی کمک کرده نتواند، اما شاید بتواند کمک و یاری برساند و حداقل یک تبسم خوش به سمت آن برادران مسلمان داشته باشند که جزء از صدقه هست و جزء از اخلاق نیک هست. جناب قاری صاحب، در تداوم همین بحث میخوایم بپرسم، برای اینکه ما اخلاق عالی داشته باشیم، اسوه‌گیری و الگوگیری چقدر بحث مهم هست و چقدر بحث مهم هست که در مکاتب، در مدارس، در پوهنتون‌ها تلاش صورت بگیرد برای جوانان الگوی اخلاقی، الگوی رفتاری و اجتماعی را نبی کریم صلی الله علیه و سلم که بهترین الگو و اسوه است قرار بده. الگو بر جوانان پیغمبر صلی الله علیه و سلم کفایت میکنه. باید برای جوانای ما آن کتاب مطالعه بکنن، هر ورق قرآن کریم برشان الگو باشه، انشالله که اخلاقشان خوب میشه. خود انسان قرآن کریم بخونه با معنایش، با ترجمهش، انشالله که اخلاقش خوب میشه و در زندگی ما به انسانهای خوب الگو به خود بگیریم. مثلا پیغمبر صلی الله علیه و سلم، حضرت ابوبکر صدیق در اخلاق اول بود. ببینیم که ما از 100% اخلاق ما چقدر، از 100% 1% هم 4 تقسیم کنی اخلاق ما هست. بنابراین
کوشش بکنیم که یک الگو در زندگی ما انتخاب بکنیم که مثلا پیامبر صلی الله علیه و حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، طبق زندگی و پیش بریم، ان شاء الله که اخلاق ما خوبتر شده میره. و کوشش بکنیم کتابای دینی، قرآن کریم، احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم مطالعه بیشتر بکنیم، ان شاء الله که اخلاق ما خوبتر. در جامعه که زندگی میکنیم ضرورت به اخلاق 100% ما میبینیم که در جامعه که زندگی میکنیم یگانه چیزی که در جامعه کم بود است اخلاق است. بله. مراکز آموزشی و پرورشی از خانواده گرفته تا پاهنتون و مدارس و دارالعلوم ها مهد تربیت نوجوانان و جوانان هستند. استادان گرانقدر چقدر مسئول هستند که این دانش آموزان را با استفاده از کدام روش ها مزین به اخلاق اسلامی بسازد؟ از هر شوی که شاگرد اسلام میشه خوب میشه. مثلا ما ببینیم که خیلی از استادا هستن، استادا خفه نشن که یک شاگرد یک سوال یک بار میپرسه، دو بار میپرسه، بار سوم استاد قهر میکنه. اینجا خو اخلاق نشد. با استاد که یک شاگرد بسیار به نحو خوب، مثل که پیغمبر صلی الله علیه و سلم که صحابه خوب یک برخورد خوب کردن. حتی یک یهودی آمد در بین مسجد باول کرد، غایب کرد، اما پیغمبر صلی الله علیه و سلم چه اخلاق زیبا و نشان داد. بنابراین هر استاد بسیار به شیوه خوبش به شاگرد تعلیم بده و درس بده تا شاگرد خوب شود. اظهار سپاس، ممنونتان جناب استاد قاری میر صلاح الدین میرزاد از این که دعوت ما را پذیرا شدین، با ما در برنامه بودین. باز هم اظهار سپاس. اگر حرف و پیام و گفتنی های برای جوانان باقی هست، جناب استاد، کمره های تلویزیون تعلیمی و تربیتی ملی افغانستان در خدمت شماست. یک پیام به جوانان دارم، پیام مهم. مردم ما اقتصاد ضعیف است. هر مسلمان، هر کس، هر جوان استاد بکنی بگی بزرگترین آرزو چی است؟ میگه درس خواندن است. اما ما را کسی حمایت هم بکنه. پیام مهم این است که جوانای ما حمایت شوند. بله. جوانای ما حمایت شوند تا به درس و تعلیم خود برسند. چرا دیگه کشورها پیشرفت کردن؟ کشورها پیشرفت سر جوانای خود کار کردن. جوانای ما ذهن دارن، اما سرشان کار نمیشه. اگر سرشان هم کار شود ذهنا نارم میباشن. فامیل چه رقم میشه؟ مثلا یک نفر به ما $1,00,000 هم کمک بکنه، $1,00,000 ذهنا نارم است، میگم فامیل چه رقم میشه. بنان پیام مهم بر جوانان این است که درس بخوانن، زحمت بکشن، تلاش بکنن. میفهم که میدونم که در یک وضع اقتصادی خراب قرار داریم، اما کوشش بکنن در پولی که کسب کار میکنن، در پولی که کسب دارین دیگه کارا رو میکنین، درس بخونن، حداقل خوب مطالعه بکنین. و پیام مهم این است که جوان با مطالعه باشین. جوان با مطالعه در زندگی باز ناموفق میشه. بسیار عالی. ممنون از شما جناب قاری صاحب و ممنون از هموطنان عزیزی که تا این دم با ما بودن و برنامه ایشان را تماشا کردن.